امروز میخوایم کباب چنجه درست کنیم، اما نه با گوشت گوساله و گوسفند. اگه گفتی با گوشت چی؟ این بار با گوشت شترمرغ. همونطور که میدونیم گوشت شترمرغ از خانواده ماکیان هست و جزو پرنده‌های بزرگجثه محسوب میشه، اما تمام خواصش خواص گوشت قرمزه. به برش‌ها خیلی دقت کنید. بهترین جا برای استفاده کباب شترمرغ فیله راستش هستش. من امروز از ران شترمرغ دارم استفاده میکنم که اینم با یه مقدار فرآوری روش و یه مقدار کار کردن و مزه کردن خیلی خوشمزه میشه. یک سوم قاشق چای خیلی بهش فلفل سیاه بزنید. برخلاف گوشت قرمز همین الان میتونید بهش نمک رو هم اضافه کنید. من نصف چایخوری هم بهش نمک اضافه کردم. 3 قاشق غذاخوری هم روغن مایه. حالا حسابی همه رو با هم مخلوط کنید، قشنگ ورز بدید که طعم پیاز و آب پیاز به خورد گوشتتون بره. دقت کردید من نه زعفرون زدم نه چیز دیگه، فقط فلفل سیاه و نمک. لطفاً طعم گوشت خراب نکنید. بعد که حسابی با هم ورز دادید روش رو ببندید و مدت 2 ساعت تا 3 ساعت بهش استراحت بدید. خب من نصف دوم پیازمو داخل ظرفی می‌ریزم که قراره بذارمش داخل فلفل سبز. من از فلفل کاپی استفاده می‌کنم. شما از فلفل دلمه رنگی هم میتونید استفاده کنید. خیلی سخت نگیرید. یکم نمک، با همین روش‌های ساده میشه یه مزه و یه طعم خیلی جدید و خوشمزه‌ای ساختش. من فقط بهش نمک اضافه میکنم، یه مقدارم بهش روغن اضافه میکنم، ادویه اصلیشو بعد از اینکه تنوری شده اومد بیرون بهش اضافه میکنم. میره داخل فرن دما 200 درجه به مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه تا وقتی که کاملا کبابی بشن. بریم و برگردیم. این کباب خوشمزه رو میتونید روی زغال درست بکنید، اما من ترجیح میدم آشپزی براتون راحت تر بکنم. من میخوام گریلش بکنم. هدف پختنه. درسته که زغال طعم بهتری داره، اما اینم فوق العاده است. درصدش کمتره. کباب اینجوری بذاری جمع میشه. تکنیکش اینه. کبابو میبینی قشنگ باز شد.
1/3 قاشق چایخوری فلفل قرمز، 1 قاشق چایخوری پودر سیر، از سیر خام هم میتونید استفاده کنید. 1/2 قاشق چایخوری زنجبیل، 1 قاشق چایخوری سماق قرمز. حالا یه ماده اسیدی احتیاج داریم. بهترین گزینه لیموه. نصف آب لیمو رو بهش اضافه میکنم. حالا اینا حسابی با هم دیگه بکوبیدشون. حالا حدود 10-20 گرم من بهش کره اضافه کنید، بذارش روی شعله. چه سوسی درست کردیم. موادمون کبابی شدن، سبزیجات هستن، ملاین خیلی خوبی هستن، آب لیمو ترش و سماق و بعدم کباب میاد روش، یه طعم محشر خوشمزه. یعنی تا امتحان نکنید نمیفهمید چه کباب خوشمزه ایه. حالا کباب از سیخ چوبی خارج کنید و بذارید روی این سس. یه مقدارم با این سس ها قشنگ طعم سس به خود کبابمون بره.